موقع ورود به کشور گوشی رو به گمرک اظهار کنید، مأمور گمرک پاسپورت و گوشی رو ثبت کرد. داخل گوگل سرچ کنید سامانه ریجیستری، روی سامانه EPL گمرکی کلیک کنید، تیک قبول دارم رو بزنید، تاریخ تولد و کد ملی صاحب پاسپورت رو وارد میکنیم و بعد IMEI موبایل رو وارد میکنیم. اگر هم گوشیتون 2 سیم کارت هست روی علامت مثبت کلیک میکنیم و IMEI دوم رو میزنیم. کد امنیتی رو وارد میکنیم و میریم مرحله بعد، روی ادامه میزنیم و اینجا مدل دستگاه رو انتخاب میکنیم و روی ادامه کلیک میکنیم. گمرک ورودی رو انتخاب کنید، شماره تلفن و شماره پاسپورت رو وارد میکنیم و میریم مرحله بعد. کد امنیتی که SMS میشه رو اینجا وارد میکنیم و پرداخت رو میزنیم. باز دوباره یک کد امنیتی وارد میکنیم و میریم درگاه پرداخت. اطلاعات بانکی رو وارد میکنیم و پرداخت. این صفحه که باز شد تکمیل فرایند رو میزنیم. همچین پیامی که اومد کد فعالسازی رو یه جا یادداشت کنید، بعد 3 تا 4 تا 7 مربع رو شماره گیری کنید. گزینه 2 فعالسازی رو بزنید، IMEI رو وارد کنید، شماره‌ای که قبلا وارد کرده بودیم رو تایید میکنیم و کد فعالسازی رو میزنیم و تموم، گوشی ریجیستر شد.